همراهان عزیز سلام، با ما باشین با گزارش ویژه‌ای زیرگذر هرات. با من امید فروتن همراه باشید. بیننده عزیز سلام و وقت شما بخیر. بازم با همکارم یکی از سوژه های داغی هرات انتخاب کردیم که عبارت از زیرگذره که مدتی میشه که این زیرگذر شروع کردن برای جور کردن ازی و چندین تا گزارش ها جور شده در ارتباط بزی. ما آمدیم که ببینیم کار زیرگذر به کجا رسیده و چقدر وقت میگیره تا بخیر تمام شود و تا فعلا چی فعالیت های شده و چی دستاورد های در این کار بوده. در کل میخوایم به تصویر بکشیم، با انجینر صاحبا صحبت بکنیم، با کارگرها صحبت بکنیم و کار را هم با تصویر به نمایش بگذاریم. با ما همراه باشید. سلام وقت شما. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خوب هستین؟ صحت خوب؟ زنده باشین، سلامت باشین. اسم شریف؟ جان محمد هستم. خیلی خوب. چقدر وقت میشه اینجا کار میکنید؟ 20 روز هستم اینجا کار میکنم. 20 روز میشه؟ 20 روز میشه. توسط کدام نهادی معرفی شدین یا نه؟ ما همین یکی از وطندارای خودمون بود، همین انجینر صاحب گفت، من خودش هم نمیشناختم بنده خدا را، گفت ببین همین در هتل بودیم از ایران رد شدیم اومدیم اینجا، گفت بیا کار کنین، گفتیم باشه ما میایم کار. و اینجا روزمز کار میکنید؟ روزمز کار میکنم. روز چند میدن؟ 350 روپیه. 350؟ تجربه چنین کاری در افغانستان داشتین زیرگذر؟ ما تا حالا نداشتم، خودم 14 سال در ایران بودم. حالا 4 تا بچه دارم در ایران است، زن و بچه‌م در ایران است. خودم از مجبوری اومدم اینجا کار میکنم و دیگه هیچ وقتی هم نمیخوام به ایران برگردم، چون به خاطری که زن و بچه‌م اونجا است. اگر یک راهی پیداش نمیزنه بچه خود بتونم بیارم، هیچ وقت دیگه نمیخوام برگردم. هر وقتی که در افغانستان کار باشد حاضرم که تا روزی که نمردم اینجا خدمت کنم. چی حسی دارین که در افغانستان در ولایت هرات چنین اقدام شده و یک زیرگذر جور میکنن؟ حس شما در ارتباط به این مسئله چیه؟ شخصا خود از من خیلی خوشحال هستم که افغانستان آباد شود، افغانستان کار و زندگی باشد. همه مردم در خارج و در ایران و در هر کشوری که رفتیم آباد شد، ولی افغانستان ما فضل خدا آباد نشد. الان تصمیم داریم که برگرده کل بیاد همین درست شد، افغانستان آباد شود. تشکر، بخیر باشین. قربان شما. کدام پیامی اگر ببینید داشته باشین؟ دست شما در نکنه، زنده باشین. موفق باشین، خدا قوت. بخیر باشین. ببینید عزیز همراه ما باشین. بیننده عزیز، طبق معلوماتی که از کارگرها و اینا پرسان کردم، یک نفر معرفی کردن که اینجا به حیث انجینر فعالیت میکنه. سوالای اساسی که دارم از انجینر صاحب پرسان میکنم و ببینم که کار در کجا جریان داره و از دید یک انجینر چنین اقداماتی در شهر باستانی هرات چی تغییراتی میتونه داشته باشه. انجینر صاحب مصروف موبایل خونن، بریم ببینیم مسابقه میکنن یا نه. سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشین شما، زنده باشین. خدا بخیر باشین. اسم شریف؟ انجینر نظیر احمد نوری. خیلی خوب. من از قربان شما از کارگرها اینا پرسان کردم، شما رو معرفی کردن که به عنوان انجینر در اینجا فعالیت دارید. قربان لطف شما. بله، دقیقاً مسئول کانستراکشن منیجر یا مدیر ساخته پروژه زیرگذر هرات ان شاء الله خدمت شما هستم. چقدر وقت میشه از شروع از این کار تا اکنون؟ حدوداً 2 ماه میشه شروع شده. در حدود 2 ماه میشه شروع شده و ای 2 لات یا 2 قسمت بوده که یک قسمت از این که شما فیلم برداری کردیم حدوداً 65% پیشرفت داشته ان شاء الله. یعنی در مجموع کار ما دیگه در کار که بگوییم نه، کار شهر ما 65% پیشرفت داشته. یعنی 35% دیگه مونده. ما برای بیننده قول میدم که تکمیل هم که شوه 100% تصویری میسازیم ان شاء الله. بودجه از این مربوطه کیست؟ بودجه از این مردمی توسط عوایدی که از مردم جمع آوری میشه توسط شهرولی.
این دوباره بودجه سازی میشه و پروژه سازی میشه و چیزهایی که مورد ضروریه استراکچرهای یا پروژه هایی که ضروریه برای مردم اینا از طریق ریاست محترم شهرولی هرات پروژه سازی میشه و اینا تطبیق میشه. دور از مسئولیتی که دارین و دور از اینکه یک انجینرین، به عنوان یک شهروند به نظر شما چی رفاهیتی میتونه زیرگذر در هرات ایجاد کنه؟ دقیقاً وقتی که ما همه وقتی که از شهر نو عبور میکنیم رو به سمت مستوفیت میریم به این دو چهارراه پر ازدحام همیشه گیر میکردیم، یعنی همیشه حدود 10 دقیقه 15 دقیقه زمان بر بود که از این دو چوک ما شما رد بشیم. به لطف خداوند با تکمیل از این پروژه شما ضرورت برای توقف شدن به این دو چهارراه نداریم. شما دقیقاً شما وقتی که میخوایم مسیر فرقه یا مستوفیت در پیش داریم دیگه لازم نیست که شما با سیگنال های ترافیکی، علائم ترافیک یا نظارات ترافیک ایستاد بشیم، مستقیما داخل زیرگذر میشیم و این دو چوک مستقیما با اندک توقف ان شاء الله شما عبور میکنیم. انجینر صاحب شب روز کار اینجا جریان داره؟ دقیقاً به دو شیفت 6 تا 6 کار جریان داره که اداره کارگران شیفت شب جایگزین میشه و روزن خورفته. انجینر صاحب به نظر شما تکمیل از این کار چقدر وقت دیگه خواه گرفت در صورتی که کار همین گونه ادامه پیدا کنه؟ یک چیز هست که به خدمت شما و تمام بیننده ها شما برسونم که این خود یک زیرگذره و این به دو لات و یا به دو قسمت این تقسیم شده که یک قسمت از این شاملش از مقابل مارکت فهیم تا ریاست آبرسانی و یک قسمت دیگه از آبرسانی الى جاده مخابراته که یک قسمت که عملا شما کار جریان داره میبینیم شما که این موقعیت چوک گلای یعنی از مقابل مارکت فهیم تا ریاست آبرسانیه که اکثریت آیتم ها از ختم شده. تنها قسمت پوشش از اینه که این یک قسمت از به شکل پریکاس بیما از به شکل پیش ساخته جور میشه، ان شاء الله دوباره می جایگزین میشه و سلبا از یک جا ان شاء الله کانکریت میشه و این 65% پیش رفته و ان شاء الله تا 2 ماه آینده به امید خدا ان شاء الله این قسمت از تکمیل میشه. اما به بهره برداری سپرده نمیشه به دلیلی که یک قسمت از این از مقابل ریاست آبرسانی تا خود جاده مخابرات کو فعلا متوقفه به خاطر ازدحام ترافیکی و هماهنگی که توسط مدیریت ترافیک شده. گفته بالا از این 4 راه شما فعلا کار نکنیم که کنترل کردن از اونها سخته و ما با مشوره با مدیریت ترافیک و ارگانهای زیر رابطه که داره او پروژه فعلا متوقفه. بعد از سرپوش شدن از این 2 ماه ان شاء الله بعد 2 ماه کار رو از چوک سینما ان شاء الله شروع میشه. خیلی خوب انجینر صاحب، این زیرگذری که شروع شده به فعالیت که جور شده بخیر، به نظر شما تمام کارهای 0 تا 100 استاندارد و به صورت علمی و مسلکیه؟ خوشبختانه الحمدلله از قسمت مواد بگیم که مواد از سیخ گل اینا تولیدات سیخ گل وطنی داریم به لطف خداوند یک جای افتخاره که ما فعلا واردات سیخ گل از خارج نداریم و تمام نورهایی که بالای سیخ گل یعنی سیخ تایید شده که استفاده میشه و بخش کانکریت از این دقیقاً مارک ها و استانداردهایی که در نظر گرفته شده عملا عملی میشه. دیگه قابل نگرانی از بخش استاندارد و استاندارد سازی از ان شاء الله نیه، چون همه چیز ان شاء الله تا فعلا رو به کنترل الحمدلله. ممنون شما انجینر صاحب. کدام پیامی اگر ببیننده داشته باشه؟ تشکر از شما وقت گذاشتیم اومدیم و تشکر از تمام بیننده شما. دیگه هستیم خدمت شما و تمام هموطنان شب روز به خدمت میکنیم که ان شاء الله هر چی سریعتر بشه و یک معذرت خواهی هم از تمام همشهریان میکنیم که به علت که راه مسدوده وقت از اونها گرفته میشه. ان شاء الله با چیزی که در توان داریم تعهد میسپاریم که ان شاء الله اندک غفلت نمیکنیم که هر چی سریعتر ان شاء الله بشه راه به روی ترافیک و روی مردم همشهریان محترم خو ان شاء الله به هر چی سریعتر بشه ان شاء الله باز کنیم. خداوند به شما عزت بده. سلامت باشین شما موفق باشین. بیننده‌های عزیز، واقعا چنین سوژه های رو وقتی من انتخاب میکنم و میام گزارش تهیه میکنم از اعماق دلم خنده بر روی لبایم جاری میشه. ای کاش در گوشه و کنار مملکت ما شما چنین سوژه های خوبی باشه و با خبرهای خوش سراغ شما بیم. ما را دنبال کنین. ادامه داره برنامه. سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم. من نواش برادر. خوب این ساعت خوب ان شاء الله. شما اسم شریف؟ غریب حسین هستم. خیلی خوب. چند روز میشه اینجا کار میکنید؟ تعداد کن 2 ماه میشه. 2 ماه میشه اینجا کار میکنید؟ بله. از نخست از روزی که کاری از آغاز شده تا حالا اطلاع دارین چند روز میشه، چند وقت میشه؟ دقیقاً نه، مثلا تعدادی 2 برج میشه که مثلا 2 برج. بله. شما اینجا روزمزد کار میکنید؟ بله ما روزمزد. روزی چندی کار میکنید؟
کارگری ساده روزی 3.5 است، من خودم 500 هستم. شما ساده نیستین؟ ما دیگه همین مسئولیت همزی دستگاه دست ما اینا از او کارگران که گل دارن. خیلی خوب. مسئولیت زیاده دیگه بس. شما مسئولیت از دستکار دارین؟ بله. این دستگاه چی کار میکنن؟ اینا بوتون قاطی مونه. بوتون قاطی میکنن؟ بله. خیلی خوب. روزانه از صبح ساعت چند میان شما؟ صبح تقریبا 8 بجه دیگه دست به کار میشه، 8 و چند دقیقه دست به کار میشم دیگه. و این کارها که است مثلا روزمز دارن با شما 4:30 یا 4 یا 5 بجه تعطیل میکردین، چرا مثلا تا این وقت شب کار میکنین؟ اینا که سال کارم امروز آماده نبود به خاطر از این خورده طول کشید، لیکن باز روزا که زمان قانون کاریم 5 بجه است. تو کارگرای در اینجا هست که تا مثلا تا ناوقت‌های شب اینجا کار کنن؟ بله. چند بجه؟ شب هم مثلا تیمای است شب هم کار مونه. یعنی شب هم تا صبح کار؟ بله. مثلا ما تعداد کار مونه، مثلا تعداد 8 ساعت کار مونه. خیلی خوب. یعنی در اینجا کار شب هم جریان داره، روز هم جریان داره؟ برای فعلا که تعطیل است، قبل از اینکه جریان داشتن. خیلی خوب. به عنوان یک شهروند چی حسی دارین با چنین اقداماتی؟ والله خیلی خوشحال هستم که مثلا در مملکت همچین کاری باشد، جوانان مصروف این کارا باشن، خیلی خوشحال هستم. خیلی خوب. که از همین خاطر که مثلا نرده مرزای کسی دیگه، کشورهای دیگه که خدای نکرده هر روز جنازهش میاد، کشته میشه، توهین میشه، دیگه میشه، از چیزا دیگه دوست نداریم که برده مملکت کسی، در مملکت خودمون باشه. شما یک سوالی که میخوام از شما بپرسم به عنوان یک شهروند، به نظر شما این زیرگذر چی فایده ای میتونه به شهر برسانه؟ والله دیگه شاید ان شاء الله را یک تعداد فایده برسونه، راه خورده آزاد میشه، مردم خورده ساخت و ساز سمسایه میشه، شهر خورده قاشواز میشه دیگه، بس خورده. خدا به دستای شما قوت بده، موفق و مایت باشین. کدام پیام یک بیننده داشته باشین. زنده باشید. تشکر. بخیر باشین. بیننده عزیز، من چقدر خوشبخت میتونم باشم که در این اقدام بزرگ شهری بالاخره روزی سنی از ما میگذره و در از این جاده تیر میشیم و حداقل بگوییم که یک 200 تا بیل در اینجا من به عنوان شهروند، به عنوان مسئول زدم و من میالی از یکی از کارگرها بیل میگیرم و دقیقاً یک چند تا بیل میزنم و هر کسی هم باید چنین کار را انجام بده. خانه مشترک همه ما شما هست. این مایی که ما با افکار بیننده عزیز، وقتی آدم کار میکنه قدر کارگرها رو میدونه که چقدر اینا زحمت میکشن، انرژی مصرف میکنن. واقعا دستای از اینا رو باید از ته دل بفشاریم و واقعا زحمت میکشم. با این مبلغ اندک 300 300 واقعا پولی نیست، ولی شرایط اقتصادی افغانستان خوب نیست و یعنی واقعا من چند تا بیل زدم، میبینیم که نفس مداره میسوزه. با ما همراه باشین و قراره که امیدوارم جاری سخیل بالا نکنم. بیاین. سلام، وقت شما بخیر. و علیکم سلام و رحمت. خوب هستین ان شاء الله؟ خیر باشین. اسم شریف؟ عبدالحمید. از کجا هستین؟ از کابل. از کابل مسافرین اینجا؟ بله بله مسافرم. خوب، خیلی خوب. در هرات فکر کنم یک اقدام بسیار بزرگی شده، درست؟ ما میخوایم که با پشتو کتان مشکل نشده. در هرات ما 5 سال بعد آمدیم. الحمدلله که میبینیم هرات یک رقم دیگر رقم شده، مثل هیچ نشناخته میشه که هرات است یا دیگه ولایت است یا کدام مملکت خارجی است. یک رقم خوش شدیم که بسیار جا نمی جای دیدم. حالی به نظر ما اینجا یک سرک تیر میشه در زیرزمینی، به خاطر که نمی موتورا بسیار جاف شلوغ می باشه. برای حالی که دیدم بسیار خوب کار روان است. اگر این کار شوه، سرک جور شوه،
اینطور برستان بگویم که بهترین جای است. یعنی شما بی نهایت خوش الحمدلله از امارات اسلامی افغانستان بی نهایت خوش هستم که در کارهای بازسازی در کابل بود، ما میدیدم کابل زیاد بازسازی بود، حالی که میبینم در هرات عجیب و غریب بازسازی است. بسیار خوش شدم والله. کوکو جان در کابل چنین زیرگذری هست؟ بله اونجا در چرای برکی یک زیرگذر جور میشه، این بسیار کلان پروژه است، بسیار خوب پروژه است. پلن در حال کار کردن؟ پلن در حال در کار است، زیر کار است، ان شاء الله در نیزکا اون جور میشه. مسافر هستین، میمان ما میشین شب بخیر باشید. سلام علیکم. ببینید عزیز همراه باشین و میرم سمت تاکسیوان چون بر میخوره باز اونا، ببینیم اونا چی دیدگاهی دارن. ما اکنون در 4 فصل شهر هرات قرار داریم و طبقی که شما هرات میشناسین، هرات آمدین، دقیقاً به اصطلاح لوگوی شهر هراته. 4 فصل عالی ترین و زیباترین جایه که کل مردم از هر قسمتی که میان در اینجا تشریف میارن. در 4 فصل انواع و اقسام نوشیدنی و شیریخ و اینا هست. ما میریم سمت ایستگاه و کنار تاکسیوان ها تا ببینیم اینا چه دیدگاهی در ارتباط به زیرگذر دارن. با ما همراه باشید. طبقی که وعده دادم گفتم چون ربطی میگیره برای موتروان ها و ما قراره که از موتروان ها پرسان کنیم که این موتروان ها در حقیقت چی برداشتی دارن، چی حسی دارن در ارتباط به زیر. فعلا در ایستگاه قرار داریم، تاکسی زیاده، سه‌چرخ زیاده، رکشا هست. بالاخره ببینیم یک کسی رو پیدا کنیم تا همراه مصاحبه بکنیم، ببینیم مصاحبه میکنن یا نه. لالا سلام. سلام خوبین؟ صحت خوب؟ تیار هستین؟ از تاکسی پایان شدین؟ بله. تاکسی از شما نه؟ بله تاکسی از منه. چقدر خوشبخت در شهر هرات آدم تاکسی داشته باشه نه؟ زنده باشین خیرونه. شب و روز اینجا این؟ بله شب و روز اینجا. خیلی خوب. از هرات هستین؟ بله رسولی کروخیم. از کروخین. چند وقت میشه تاکسی دارین؟ شب حدوداً 12 سال باشه. 12 سال میشه شما سابقه کاری در تاکسی دارین درست؟ خیلی شغل من تاکسی می‌نی دیگه شغل خیلی خوب. گزارش تهیه کردیم در ارتباط به زیرگذری که در هرات جور شده و دارن کار میکنن. به عنوان یک تاکسیران و به عنوان یک موتروان در شهر زیبای هرات چی حسی دارین و چی برداشتی دارین و چی پیامی میتونه داشته باشه تو یک اقدام؟ این کارا دیگه حادثه ترافیک کم میکنه، عبور مردم زیاد میشه دیگه، شهرم سرکا خورد بود، اگه گنجایش نداشت وسیله زیاد بود. خیلی خوب. یعنی شما در کار خود دیگه بسیار راحت دیگه اکسلتر داده روانین نه؟ دیگه واحد چیزی که ضرورت باشه بله. بیروبار دیگه نمیباشه. بیروبار نمیباشه. خیلی خوب. به عنوان تاکسیران که در کل هرات دیگه دارین موتر مسافر میبرین درست؟ به نظر شما به استثنای از اینکه اینجا جور کردن زیرگذر دیگه کجای را جور کنن خیلی خوب میشه؟ نمیفهمین؟ خیلی جای بیروبار هرات دیگه کجایه؟ تونده دروازه خوش؟ نشستن گفتن نمیده تا بیروبار کام جو هرات بیروباره دیگه. خب دیگه چیزی که بودجه دولت داشته باشه خب بودجه دولت اگه چیز باشه آدم هرچی امکانات تیار کنم که بعد دیگه نیه دیگه. اگر یک رقم دیگه جور کنن که کل شهر هرات تمام جاده‌های زیرگذر بزنن نه؟ شما فکر کنم خیلی راحت میشه نه؟ به حساب راحتی مانی راحتی هم مردم دیگه. بله. بخیر باشین. مایت باشین. پیامی اگر ببینین داشته باشین از خارج و داخل اینجا بیان شما رو پیدا میکنن میگن ما شما رو دیدین میان به تاکسی شما میشینن. پیام گفتنی دیگه ندارم. خب بله. بیننده‌های عزیز دیدگاه یک تاکسیوان بود. خواستم در ادامه برنامه از دکاندارها، هتلدارا همچنان نظریه بگیرم که در ارتباط با زیرگذر هرات چی حسی دارن و چی برداشت دارن. دقیقاً در قسمت قرار گرفتم که کباب اینجا پخته میکنن و خوب صحیح بوی خوبی داره. از همین صحنه گفتم استفاده کنم، هم سوال بکنم و هم بوی کباب احساس کنم. باشه ببینم که این لالای ما چی حس و حال داره با این اقدام بزرگی که در شهر هرات شده. سلام وقت شما بخیر. زنده باشین. تیار هستیم مونده نباشین. قربان شما اسم شریف؟ صفی الله بی‌نظیر کباب. خیلی خوب. شما دیگه کباب پکه میکنید؟ ان شاء الله بله. ماشاءالله خدا به دست شما قوت. زنده باشین. سلام. در روبروی هتل شما و رستوران شما چنین اقدام بزرگی شده چی حسی دارین؟ با خدای خوشی داریم دیگه. دیگه از این هم ازدحام ترافیکی کم میشه، هم دکونام ترقی بیشتر میشه. خیلی ما حس خوبی داریم. خیلی خوب. به نظر شما از لحاظ ترافیکی چقدر میتونه زیرگذر مفید باشه؟ یاره به نظر من 70% حساب ازدحام ترافیکی کم میشه. هم ازدحام ترافیکی کم میشه، هم شهر ما زیبا میشه، مقبول میشه، سرکه میشه. خیلی خوبه. دیگه به حساب دکندری هم ترقی هم میکنه چوک.
خیلی خوب میشه. از اون صدا و سیما شما معلوم میشه که خیلی زیاد خوشحالین نه؟ ان شاء الله. اول خدا هزاران نفر میبینه همین اکنون. چه پیامی دارین برشان؟ شهروندای ما و شما، افغانهای ما و شما. به مسافرها سلام زیاد میرسونیم، به افغانام سلام زیاده و برادرها همه کی سلام زیاد میرسونیم. بیایم به کشور خو کار کنم، زحمت کشم، کشور رو بیگونه نرم. انا کشور ما آرومیه، دوزی مزینیه، قراریه، همه چیز خوب شده، روی به پیشرفت ان شاء الله. دولت اسلامی آماده. بیاین کار کنن و خسته که میشن، گشنه که میشن، از کباب بی‌نظیر کباب بیام استفاده کنن. از این کباب. بله. خیلی خوب. تشکر، بخیر و عافیت. بشینین که چای کبابه. ببینید دوی عزیز همراه باشین، ما با شما هستیم ان شاء الله. بودجه از این مربوطه کیست؟ بودجه از این مردمی توسط عواید که از مردم جمع آوری میشه توسط شهرولی.